علیکم. عبدالله هستم، مزاحم شما شدم. در حدیث شریف است که آن حضرت علیه السلام می‌فرماید که بعد از من 3 کذاب میاد که دعوای پیغمبری یا نبوت میکند. اولین کذاب مسلمه بود، اینم در خلافت خلیفت رسول الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اونا که باعث کشتنش وحشی میشه. یک، در طول تاریخ همین کذابای دیگه هم بودن که اومدن دعوای نبوت کردن. الان که قرن 21 است، همین خامنه ای از اسم تکمیلش من شرمم میاد که اسم امیرالمومنین را با اون ببرم. اینه که ادعا میکند که تو تخته برد نماز مسجد دانشگاه تهران نوشته است که ولایت فقیه امان ولایت رسول الله هست. این دعوای نبوت نیست؟ آیا من آرزو میکنم که تو همین قرن 21 وحشی ثانی بیاد این خامنه ای را و سرنوشت امون مسلم کذاب در عصر صحابه رضی الله تعالی عنهم که دعا کرد، اینم باید سرنوشت امون مسلمه گرفتار بشه. خداحافظ شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز و گرامی.